محترم ملکه سایلو، یگید گندوزاد را همچون همسر قبول میکنید؟ بله قبول میکنم. مبارک شود. مبارک شود. محترم یگید گندوزاد، ملکه سایلو را همچون همسر قبول میکنید؟ بله قبول میکنم. مبارک باشد. تبریک. آفرین. مهمانان عالی قدر، لطفاً از جای برخیزید. موافق حقوق‌های از طرف حکومت داده شده شما را زن و شوهر اعلام. پایش را زیر کن، پایش را. یگید احتیاط شو، پایت را زیر نکند. تو پای عروس را زیر کن. یگید پایش را زیر کن. همه به زمین، همه به زمین. ملکه را پراندم. یگید به زمین، یگید. خدایا خیریت که خواب بوده است. یگید صبحانه تیار است. حاضر می آیم. خیریت. صبح بخیر. صبحت بخیر. فاتح کجاست؟ خیلی براحت خواب است. بیدار کردن نخواستم. شین من چای میارم. نه تو شین، من میارم. خدایا ببین چی کار کردم. یگون دست موده همه جای میفوز شد. یگید لبه مرا نمیشنوی؟ با من دستمال ده. حالم رو دیدی؟ دستمال رو ده گفتم. ای حالم رو بین. باز به فکر فرو رفتی؟ چی شد؟ هیچ. تو خواب آلودم. کو نقل کن، پیش از توی چی نقشه و برنامه داری؟ با نزد اپای هنر میروم. آخرین تیاری ها رو میبینیم. تو چی کار میکنی؟ من هم لباس های دامادیم را آماده میکنم. یعنی در همین جای ها میشوم. مرا هم میبری؟ البته میبرم. نگاه کن توی پگاه کی در کجا میشیند خوب از یاد کن. از کجا در آمده از کجا میگریزی. خوب شده است. این سلاح بهترین. مال خوب. از این در میدرایی سراسیمه نشو تا وقت نکاح انتظار میشوی.
диққати ҳама ба егиту малика мешавад. خوب شده است. гӯш кун, ба ин ҷо омада ба сӯи арӯс оташ мекушоӣ. аз ин ҷо фаромӯш накун каси дигарони арӯсро яъне маликаро мепаронӣ. ҳадаф ин аст. من نمیدونم. آنجا پلیس زیاد. من چخیل میبرایم. дар он ҷо барои туро гурезондан одамон мешаванд. натарс. боз агар ба ту ҳодисае рух диҳад ба зану фарзандат аз дастамон чизе ки оят мекунем ваъда медиҳам ту коро куну дигарашро фикр накун. نمیدونم. این به خودکشی مانند. اقلا کمی پیش پرداخت میکردید. گیر این پول را با اویلت بر. با کودکانت یگان چیز بگیر. جسارت آمد. بیراو. پگاه میبینیم. تشکر اکا. چی مسئله بودنش را گفت؟ پیکاس بعد به تو میفهماند. میبخشید اکا. با دقت باش. خیلی وقت شد از محبس برآمدی. با زیارتمان تنها حاضر آمدی ورال. به خدا یاد کردیم. تشکر که یاد کردید. سایه بچه ها از ملت یا زردولی خشک روان کردن. بگوی باز کمی دیگر فرستانند. میگویم. بیهوده وقت را صرف نکنیم. مسئله چیست؟ سایه ما را کمی تنها گذار. تشکر. معلوم می شود در محبس صبر کردن را ناموخته حالم سراسیمه ای ورال. طبیعت همچنین است. گپ کم و کار بسیار. به این خوب نگاه کن. این شخصی که باید به قتل رسانی. این کس را در کجای دیده بودم؟ او عروس را میکشد تو او را. کاری همیشه همه همین؟ همه همین. البته حقت را میگیری. چقدر؟ حاضر 10,000 10,000 بعدی کار. کاری خطرناک. بعدی پراندن او همه در دوتاز می شوند. از همین فرصت من باید استفاده برم. کاری آسان. تو از عهده این کار میبرایی. با تو خیلی آسان است. تشکر. بعدی اینقدر نشستن کارات باید خوب شود. آخیر نجوم بیده ایستاده میتوانی نجیب؟ یه زنک تو هم کمی شتاب کن. به این هم از سحر باز مثل چرخ فلک از این سو به این سو تاب داده ایستاده. نگاه کن از حاضر گویم با این لباس کرته سیاه میپوشم. اما گالستوک میبندی همین خیلی نه؟ اگر سموکینگ میپوشیدی که میدونه چقدر زیبا میشدی نجیب. زنک گوش کن. تو قانونهای نجیبیزم رو میدانی؟ ماده نهم ناو سموکینگ جریمه است 67 لیره. ببخش. اوه اکای نجیب چقدر زیبا. انا یا بگیر اکالم تو رانو. توب کر نجیب. پوچه دیگر. مرا تو من افگار کردی زنک. اوتستر کن. من میبینم. با پدرت گپ میزنی؟ با خدا تنها برای خاطر شما پیهنر. گپ زن تو گپ زن. چیزی که نباشد پدرت حقی دانستن دارد. با همین بهانه مناسبتتون خوب میشود. ندونم. اکایی گیر چرا اومدن؟ خوش اومدی. جانم. خوش اومدی. خوش اومدی ملیکا. خوش اومدی. سلام. به همه سلام. خوش اومدی. خوش اومدید اپای ملیکا. خوش باشید. با فکرم خیلی در هیجانی ملیکا. البته در هیجان. هیچ گپ نی. خورده ما رو بینید اینقدر زیبا هستی. خرطه دارم. باز هم ضربه سوی ماست. تو باید در خط محافظت باشی. یعنی باز هم ما محکوم جریمه ایم. زیبا هستن. تشکر. اکای نجیب شما آماده هستید؟
برای نکاح؟ بله. با من نگاه در نکاح من شاهد میشوید. بله. شما هم بسیار زیبا. شاهد تو منم؟ خیلی زیبی. میخه باشد شاهد یگید کیست؟ جناب کوبیلای سردارم قهرمان، در کارخانه شناس شده بودید یادتان هست؟ من خیلی در هیجانم. فهمیدم. فهمیدم. مادامی که به نکاحت مرا جغ زدی یگیتی من اگر خواهی شاهد تو میشود. اگر پرسم که این شخص کیست چه گویم؟ یک دوست پیشینه میگویی. این خیلی گپ جونکم. شما حالا هم دوستید. آرام شو. تشکر. ملکه من تو را بد میبرم. تو میروی؟ بعضی کارها دارم انجام دادنم لازم. خوش باشید. چی پوشیدنم را نشان دهم؟ البته کنی هنر پا. بینه. این بسیار هم زیبا. یگیت 2 دقیقه است گپ دارم. چی گپ سردارم بخیر است؟ پگاه توی داری و چهرات غمگین برین. چی شد؟ با ملکه گپت گریخت مگر؟ نمیدانم سردارم. در وجودم یک حسی خواطری هست. واقعی با حلیمه رخ داده رو این گناهی تو نیست. باز تکرار شود چی؟ ملکه هم به خاطر من قربان شود چی؟ من دیگر تحمل کرده نمیتوانم. خود را میپرانم. اگر از برای ملکه تو ضرر بینی چی؟ این را چخیل فهمیم؟ یگیت میدانم تا تو 1 ساعت مانده است، اما من باوری ندارم که ملکه را به قدر کافی میشناسی. سردارم شما این دختر را چشم دیدن ندارید. دختری خوب با احترام جهان دیده با سواد فاتح را به مثل پسری خودش دوست می‌دارد. مرا هم دوست می‌دارد سردارم. باز چی؟ و تو چیزهایی نشان میدیم که با دیدن حیران میمونی. سردارم از این پیش هم همین طور گفته بودید ولی چی خیل داماد؟ بد نه. خودت چه حال داری؟ خوبم با خدا خوبم. سردارم کمی گپ زدم در کار. من بروم. شما راحت صحبت کنید. پگاه در خانه عقد نکاح وا میخوریم. خوش باشید. وا میخوریم. چی شد ممدوک؟ من هم رفتم. کجا میروی؟ من میبرم. من به نزد پدرم میروم. گپ داشتی کو؟ رانا را دیده حیران شده ماندی؟ چی گپ میزدیم سردارم؟ اوه ناقل های این بچه سوخته است. و خیر است با داستان سوال چیکار داری؟ میدانید هنرپا وضعیت رو با پدرت فهمون گفتند. این مسئله خانه‌دار شوی و دیگر چیزها رو من باشم رویش رو دیدن نمیخواهم. نخیر نمیشود. حقی دانستن دارد. اگر خواهی من هم میآیم. به خدا بیایید آقای نجیب. چی کار کردن او معلوم نیست. باز مرا غمگین میکند. شما روید. با جای من هم دستش رو بوسه کنید. با این بچه چیزی شده است و خیر است انشالله. به نزد آمدم که تو را آگاه کنم حلیمه. من خانه‌دار می شوم. میدانم که تو البته مرا میفهمی حلیمه، اما میترسم که او را هم مثل تو از دست ندهم، چنانه که با تو شده بود. التماس مرا ببخش حلیمه، ببخش. تو به خاطر من قربان شده، ببخش.
بعضن روزی به تو اظهار محبت کردنم را به یاد می آورم. روزی که از اکای نجیب دستی تو را خواسته بودم. با امر خدا با قول پیغمبرمان دخترتان حلیمه را به پسرمان یگیت خواسته بود. آن روزها را خیلی پزمان شدم حلیمه. بعد رفتن تو حالم روز تا روز بدتر می شود. بزنین! جواب برادران را بدید! حلیمه! اکنون به تکرار شدن این فاجعه راه نمیدهم. دیگر به خاطر من نباید کسی قربان شود. بله ملیکه. در کجایی؟ در بیرونم. چی شد؟ آوازت خسته است. با تو چی شد؟ التماس خوبم بگوی. برای تو خیلی خواطر می شوم. نه خوبم. در خانه عقد نکاح هم. در خانه عقد نکاح؟ تیاری به مراسم را نظارت کردم. مایلش جونکم. مایلش تو بازدید. یگید. بله. تو را دوست می دارم. من هم. احتیاط کنی سر مفتیش. این منم خیری. در دست سلاح ندارم. من خیری. خیری تو کار میکنی که من یگان روز تو را میکشم، اما کی نمیدانم. آخر شما گفتید که بیا. لباس داماده را گرفتی؟ گرفتم. کفشا را هم گرفتم. وای من هم برای کار روم. البته میتوانی، حتما میایی. اما نجیب سردار و سرکمیسر میمدو هم اونجا میشوند. خیری پرونده تو مگر پوشیده نشد؟ پوشیده شد؟ تو اکنون به مانند همان پروفسور قاتل سروزیر تماما بیگناهی. فهمیدی؟ چی؟ اینش باز چی گفتنی؟ خوب گفتید بعد گفتید هیچ چیز رو نفهمیدم. گیرین کلید را لباس ها را به خانه بردم. فهمو؟ مالش شما با کجا مدیر؟ من برای گوش کردن سرود می روم. یک پیرمرد را مجبور میکنم که سرود خواند. شنیدن میخواهی؟ نه من نمیخواهم. نیت شما با من معقول نشد. خیر رو اکنون. حافظ. بیا. سلام پدر. یعنی بعدی چند ماه باز آمدیم. گپ زدنمون لازم. با تو یگان گپ ندارم. به شما یک چیزی مهم رو گفتن میخواهم. چیزی میگویی زودتر گو، کار دارم. شما حق ندارید با من چنین معامله کنید. چرا نداشتم؟ چندین روز در بیمارخانه بودم، در نزدم کسی نبود. پدرم مرده است یا زنده است گفته نپرسیدی؟ در نزدتان بودم. بس کن، در نزدم بوده است. دوستانی نزدیکترینتان کجا بودن؟ آنها شما رو پروندن. چرا از آنها نمیپرسید که کجا بودن؟ با سر کردی. همین رو گفتن آمده بودی. برآمده رو نبینم تو را. به شما گفتنیه دارم، بعد میروم. تو را گوش نمی کنم، پروا هم ندارم. رو با اکای نجیبت نقل کن. رانا گفتنی دختر ندارم. دستم رو سردید. برآمده رو. اقلا یک دقیقه مرا گوش کنید. در حیات غیر من دیگر کسی ندارید. نه رفیق، نه دوست، هیچ کس ندارید. شما که این رو میفهمید پدر؟ تو به من عقل نشان میدی. دیگر فکری به اینجا آمدن را نکن. دیگر رانا گفتنی دختر ندارم. برا رو از اینجا. رو کنی. دفع شو.
باز کاری کردهش را کرده میکرد؟ او مرا حتی گوش نکرده که نجیب پیش کرد. مثل تو دختر ندارم گفت. بیا تو رو به خانه برم. به خانه رفتن نمیخواهم. کمی تنها بودن میخواهم. ملش خودت میدونی. ای سوها، هم آبروی جامعه کلان حفظ حقوق رو رزوندی، هم دخترت رو. این دختر مرا دیوانه میکند. باز چی گپ؟ بخیر از جناب سوها خشمگینت؟ تو را رنا فرستاد. با او بگو باری دیگر. از اینجا آمدن مرا خبر ندارد، اما به شما برای خبر خوش دادن آمده بود. شما خبر خوش گفته به فکرم یا دوای برهم دادن یگان حزب یا بحران اقتصادی را منتظر می شوید. گوش کن نجیب، هرچی میگویم با هر دو گوش شنو. تحقیرآمیز سخن مگو. این خیلی بیادابی در لغت من نیست. گفتنیم کی دخترت رعنا به شوهر میبراید. از شما دعا گرفتنی آمد. چخلی که باشد پدرم است گفت. به شوهر؟ با کی؟ اینش را رعنا گوید. این کاری من نیست. نگفت؟ عجبا برای چی؟ کاش که کمی گوش میکردید. تو هم به من عقل میآموزی؟ استغفرالله. با یک داوطلب کپ کلان یک دولت کلان عقل آموزی و مثل من یک پلیس بیچاره را کی مانده است جناب داوطلب؟ یعنی شوهر میکند. من میروم. و شما برای کار. اکا یکی حاضر اینجا آمد. تعقیب میکنیم. حافظ، حافظ، تو در کجای حافظ؟ روزنامه در کجاست؟ در کجاست؟ در کجاست روزنامه؟ در کجاست؟ انیق حافظ گرفته است. انیق کو بنزدم بیا حافظی بدبخت کو برا کو ببینم چطور سرود میخوانی. خاموش باش. آمد حافظ. ایست دگوریز. برادر اینقدر تیز مرده حتی وصیت هم کرده نتوانستی. با تو یک دهن گپ بزدیم. ایست نگوریز. ایست بگویم. اینجا بیا. نزن اکا. اینجا بیا. نزن اکا. شما را کی روان کرد؟ حافظ روان کرد. حافظ. یعنی همین طور. به او بگو امشب اینجا میمانم. او را انتظار میشوم. مرد باشد و جسارت داشته باشد بیاید. فهمیدم اکا. گم شو.
یک بار از پیشمان برآمد. طالگر رو با یک تیر افکند. مرا هم دستگیر کرد. تو چی گفتی؟ گفته‌تان را گفتم. حافظ روان کرد گفتم. خب شب مرد دیوان که آمد یکی دو را میپراند. آن چی میخواستیم؟ چند ماه خبری نبود از او. حالا نزم آمده چیزی گفتنی دارم میگوید. مثل تو دختر ندارم گفتم. از دستش گرفته به بیرون برآوردم. کاری خوب نکرده ای. برای چی؟ چی کار باید میکردم؟ دویده به آغوش میگرفتم؟ البته فکر کن استاد، دختری تو با لیاقت، با عزم، با غیرت. با ما این خیلی جوانان لازمند. جوانان ما بسیارش گرنگ، پول دوست، فایده جویند. بعد نگاه کن، از من پرسی با دخترت آشتی کن. میگویم انا میبینی خطایش رو فهمیده با ما همراه میشود. دخترمون رو با اون قشلاقی ها نمیدیم. نسل ما هم باید زیاد شود. خدا، یعنی خطا کردم. با او زنگ زن. دخترم خطا کردم گوی، بیا همراه خوریم گوی. دخترمون رو با آنها نگذار. نگاه کن در باره همون هر خیل خبرها نوشته ایستادن. میبینی که بس میکند. زنگ زن، تستر زنگ زن. او چه خیلی پدر است. انسان با دخترش این خیلی رفتار میکنه. زخم نشو رانو جون. حالا میبینی پشیمان میشوند. آها، پدرم زن میزند. جواب ده. چرا جواب دهم؟ رانو جواب ده. کنی جواب ده. التماس به خاطر من. رانو کنی گپ زن. جواب ده. لبای دخترم رانا، مرا ببخش. کمی خشمگین شدم، مرا ببخش. هیچ گپ نی پدر، همش گذشت. اما تو هم سخنهای نادرست گفتی. خیر بیا فراموش کنیم. چه گفتنیم؟ بیگاه هر دیمان تنها خوراک میخوریم. چی میگویی؟ رانا چی میگوید؟ بیگاه هم رو خوری میگوید. البته خیلی خوب. نه، مرام هم نمیروم. رانا از برای خدا میروی؟ نمیروم گفتم. تو چی کار میکنی؟ الو؟ اما که سوها؟ لبای؟ ببخشید رانو کمی غمگین است، اما برای خوری میآید. شما گوید به کجا آید؟ جایی که زاد روزش رو قید کردیم. ساعت 8. ساعت 8؟ مایلش در اونجا میشود. تشکر. به شما خبری خوشی میرساند. همین خیلی به صبرانه انتظار میشم خبرش را. خوب مایلش. سلامت باشید. به خدا از شما ترسیدم بازی. چی شد دخترم؟ ممدوح را گرفته میروی، دستش را میبوسید، رازگیش را میگیرید، بعد حوالش به خدا. یگان کاری بد کند خودش میداند. به خدا راست میگوید. مایلش البته میروم. مرحمت جناب. تشکر. خوش آمدی دخترم. خوش باشید پدر. برای کاری امروزه ببخش. این موضوع دیگر نکشید. فراموش کنیم. مرحمت بشین. بله درباره چیزای خوب گپ زنیم. چی بود از خبری به من میدادد؟ من به شوهر میبرایم. کی بود است؟ حاضر میآید. خودتان میبینید. خوشحال شدم. میبینی با این واسطه به مثل پیشینه پدر و دختر میشدیم. انشالله. پوشیدیم، ترتیب دادیم. این سوها چی میگفته باشد؟ آمدن نمیخواستم. ما چی از روزی اول زن کلان شدیم که این آخران بار میشود.
дар байна мо нофаҳмиҳо бисёр шуд, аммо боз ҳам падарам ҳастед гуфта ба наздатон омадам. аммо шумо خوب کردی دخترم. تو رو یک بار دیده خودم رو داشته نتوانستم. خانه رو ترک کردی، از کار رفتی. خشمگین بودم، اما فکرم همیشه با تو بود. دامادمو کی می آید؟ حاضر می آید. این خبر مرا آنقدر خوشحال کرد که به تو سلام. شام بخیر جناب سوها. تو اینجا چیکار میکنی؟ چیکار میکند؟ این دامادتان پدر. دامادم؟ ما البته با اجازت شما قرار دادیم خانه‌دار شویم جناب سوها. تو با دختری من خانه‌دار میشوی؟ این چه خلعت ناشناسی؟ تو خودت کی؟ و دختری من یک اصل زاده. تو کیستی بگو. شما چی ها میگویید؟ ما یکدیگر رو دوست میداریم. دوست داشته نمیتوانید. چی خیلی دوست داشته نمیتوانیم؟ نمیفهمید. دوست میداریم. نمیشود. این قشاق یک کارگری عادی. تو لایق اصل زاده هایی. نگاه کنید جناب سوها، من دخترتان رو دوست میدارم. کارگری عادی یا قشاق برای او همه کار را میکنم، همان کارهایی که شما نتوانستید. نخواد. چرا نتوانستم؟ با او تمامی عشقم را دادم، جانم را خواهد بدریغ میدهم. مان ممدو گپ زدن بیفایده. عشق و دوستداری راست کجا میفهمد؟ گوش کنید، حاضر هر دویتان را نصف میکنم. کوشش کن. بیارانو رفتیم. با دخترم دست رسان. شما با من دست رسانید. کنیست و جنابی دادستان یک بار شلاق خورده بود، دیگر نمیخورد. کارتون زیرآوری، دیگر چیزی رو نمیفهمید. شما و رفیقانتون همه‌تون زیرآوری میکنید. فهمیدید همه‌تون؟ تو هم گپ رو دروازه کن. رفتیم. دیدی ممدو؟ دیدی با من چی کار کرد؟ آخر پدرم نشود. دیدی با من چی کار کرد؟ خودت رو به دست گیر. خدایا تبا این چی خیلی آدم است. آرام شو، شیم با ماشین. مزهش در دهانت مانده است چی؟ جنبان پرمه رو دوست میدارم. از آن مرا هم میتوانی گیری؟ گیر گوشت خوک را با مثل تو با اشتها کسی نمیخورد. چرا این خیل میگویی؟ کمپول ها برای دانری اصفا یافتن تا به هندوستان میروند. 10 برابر پول آنها را بایها به تو میدهند و تو در اینجا با آنها دانر یافته جراحی میکنی. پول جراحی غیر قانونی را خوردن از گوشت خوک خوردن حلال تر است. کنی بگو. به او نرسید با اشتهای تو. از برای من شده با پدرت جنجال کردی. گوی از این پیشتر با پدرم مناسبتمون خوب بود. نمیمدو. بسیار غمگین شدم. بگو تو در حقیقت مرا دوست میداری ممدو؟ چقدر؟ ندانم. کمی پیشتر جانم رو میدیهم گفته داد میزدی کو؟ در ما دروغ نیست. تو چی؟ دوست میداری مرا؟ دوست ندارم، اینقدر زحمت میکشم. بین از برای تو شده حتی با پدرم جنجال کردم. بعد توی همش خوب میشود انشاءالله.
چی خیل توی؟ حالا من روزیگی ندادم. چی خیل؟ حالا روزی نشدم گفتم شرط دارم. یا خدا چی خیل شرط بوده است؟ یکم بگو بعد ساعت 8 به خونه آمدن من است. خوب شده است. من هم دستورخوانی تیار میخواهم. روزهای استراحت کار نمیکنیم. با تئاتر، کینوتئاتر و کنسرت میرویم. اگر بر روز فوتبال ریال راست نآید باز برنامه‌های ورزش تماشا کرده میشود. چه بودن افساید خوب آموخته میشود. با کارهای خانه یاری میرسونیم. خوراک رو خوردن و خسته رفتن نیست. برای شستن کاسه و طبق یاری میرسونیم. باز پیشدامان پوشم و کار تمام شود. اما تو باشی خود رو تشویش نمیدهی. یگان بار به کارهای من دخالت نمیکنی. برای چی بوده است؟ همین خیل. من همین خیل میخواهم. اوف در اول راه برگردیم چی؟ تو چی گفتی؟ موش زنی سخت بوده ای. برمیگردیم به مسئله اساسی. هر روز به سال 2011 نزدیک میشویم. تا حاضر بد سر نکردیم. خواطر نشوید. این مسئله کردی به موفقیت نمیرسد. حادثه های ازمی را دیدیم. قدم اولمان با موفقیت شد. دوامش باید داد. کردهای از کفار آمده را باید به پا خیزانیم. وگرنه این مسئله موفق نمی شود. این هم معنای تمام شدن ما را دارد. بیکاس تو چی میگویی؟ جنابان، گروه های مرگاور زیر زمینی من برای عمل کردن فرمان را میگذارند. باز گینه، کرگس و خنجر جمع 300 نفر. با نوبت همشان را به کوچه سر میدهیم. به فکرم اکنون وقتش رسیده است. به این دهاتی ها وقتی زدن یک شلاقی آبدار رسیده است. حتی نام عملیات باید شلاق شود. به فکرم خیلی مناسب جناب. یک قسمی سلاح‌های زیر خاک کردن منحال هم ایستاده است. برایش نمایش‌ها مقدار زیادی اتومات، کمان و ماده‌های ترکنده لازم می شود. از روس‌ها گاز اشکاور درخواست کردیم، روان میکنند. با مانند کشتی زیر آبی نشود. خواطر نشوید جناب. اکنون غیر مسلم ها را هم به جایشان شناندن لازم. به فکرم به ارمنی و رومی ها به خارج معلومات میدهند گفته خبر دیم هم خوب میشود. یک چند تایش را به قتل رسانده گناه را به دیندارها بار کنیم عالی جناب میشود. من زید نیستم. درباره این مسئله از هر کس حسابات علاهیده میخواهم. خریطه راهمان را دانستن میخواهم. در یک مدت کوتاه در دستتان میشود جناب. ملیکه تو اکنون عروس میشوی؟ خدا خواهد. بعدتر رانا میشود. آمین انشالله. زودتر توی اپایرانو رو همه دیدیم خوب میشد. به خدا گویا دیروز من به خانه عقد نکاح می در آمدم. امان خاموشی زنک به خاطر آن التماس. رانا کنی به من یک آب بیار. خوب شد است ممدو. ممدو این تویی؟ اهمیت ندید سردارم. شرطنامه بستیم. از این بعد همین خیل می شود. میدانم که بسیاریتان بر روزنامه مرد ایون مراق ظاهر میکنید. بله جناب. انا این روزنامه ای که مدتی دراز از دنبالش میگشتیم. اما صحیفه های این خالی اند. جنابان این هله دیرینه است. واه واه واه. کنی بینیم چی نوشته است. بینیم درباره ما یکان گپی هست.
انا اینجا 2 نفرین نزدیکترین میدانستگی هم مرا از پشتم خنجر زدند. سالها از دستشون گرفته تربیه کردن هایم معلوم می شود که برای گلادیوی در خارج بوده کار می کردند. در بغلم مار تربیه می کردم. به فکرم اینجا درباره شما نوشته شده از جناب. یک روز روبرو شده حسابش را از آنها میپرسم، اما این مسئله شخصی نیست. مرا غمگین کننده به واسطه کارهای گوناگون مملکت را جدا کردن آنهاست. سوء قصدها، حادثه های خونین. برای چی؟ برای مقام، قوت و نفوذ. از همه زیاد برای پول. همه‌شان برای 3 تنگه به هر نمود پستی غلامی سر می‌فرارند. برای چی زنده بودن این آدم را هیچ حس نکردم؟ بی‌عقل، بی‌عقل، بی‌عقل. بی‌عقل. جسد این آدم را که در پیش پایم میپرتایی پیکس؟ از پایش هستیم جناب. سایه منزلش را 24 ساعت میپاید. او را هم به مثل همین روزنامه میسوزانم، باز با آتش میسوزانم که سالها از زبان به زبان نقل خواهد شد. پسر خودش او را زنده میسوزاند. انتقام بوده است. گرید به شما انتقام افسانوی را. انا مرد ایوان می آید. بیا یگید نامده این حریف را بریم. خوب شده است اگر. ایستا انتظار شو. 1 دقیقه یگید آمد. جدا شوی اشان را انتظار می شوی. خوش آمده جوان. حالا از چنین جسارت کرده به اینجا آمدنت معلوم که مرد بوده ای. چی گفتنت را نفهمیدم. آدمان به تو خبر ندادند. یکیشان را کشتم و دیگرش را به نظر روان کردم. کدام آدم؟ چی میگویی؟ روزنامه میگویم حافظ. نمیشنوی؟ روزنامه. کدام روزنامه؟ کدام روزنامه بودنش را خوب بدانی. روزنامه ای که از اینجا دزدیده. من یگان روزنامه را نمیدونم. روزنامه کی، روزنامه چی، این را هم نمیدونم. روزنامه مرد ایون. برای همین با من شناس شدی. در سن سال تو پسری داشتم. مگر نمیفهمم کی را فیره میدهی؟ کی را؟ نگاه کن پسرم، خطا میکنی. گپ را دراز نکن. روزنامه را میخواهم، وگرنه مینت را پاش میدهم و سن سالت نگاه نکردم میپرانم. ای مرد ایوان گفتی. همان آدم در این خانه زندگانی میکرد. مرد ایوان به خاطرم آمد. حالا یا روزنامه را میدهی
یا اینکه جانت را میستانم. انتخاب از خود تو. چرا انتظاریم؟ هر دویشان را کشم این کار هم تمام می شود. با من باشد اول یگید را میکشم، اما انتظار میشویم. فرمان همین خیل. با تو با ناموس و شرفم قسم که چیزی گفتت رو من هرگز نگرفتم. تو نگرفته باشه کی گرفته است؟ غیر تو اینجا کسی نبود. آدم ها هم ما را حافظ روان کرد گفتند. با این چی میگویی؟ آدمان را نمیشناسم، نمیدانم. تو را فریب دادن. دیوانه میشم. خدا را تو نگرفتی. این خیل باشد کی گرفت؟ روزنامه گفتد برای تو. برای چی اینقدر مهم؟ برای آن که و یگانه میراث پدری من است. تنها توسط آن او را پیدا میکنم. از آن پدرت؟ چی خیر؟ مردیوان پدری من است. پدری اصلی من است. اکنون فهمیدی؟ مردیوان پدرت؟ مگر پدر تو همان شخصی مای زده نبود؟ دروغ گفتم. در خوردی مرا به حسن نام شخصی داده است. او باشد مرا با مای زده، اما پدری اصلیم مرد ایوان. میگویی حسن؟ بیا با من. بیا. یگید حالا با مردیوان در خانه. چی میگویند؟ نمیدانم. یگید باز داد زده ایستاده است. یگید را کمی دور کرده میتوانی؟ میلش حاضر زنگ میزنم. بعد رفتن او مرد ایوان را سالم دیدن میخواهم. میلش. نگاه کن. این ایزی دستان من است. پدرم شاید دستش را به ایزی دستان من میگذاشت. آهسته سیله میکرد. چشمانش پرآب میشد. در طفلی مرا اینجا آورده است. بعد ساختن این بنا در روزنامه اش نوشته است که این ایزی دستان پسرم است. همین خیلی مرد بود پدرم. وای در حقیقت مرد بود. مرد بود پدرم. پدرت برای همین پرسیده ایستاده ای؟
نگاه کن چی میگویم. او هم تو رو جستجو میکند. دیدی که یک بار از پیشت میبراید. همه جا را جستجو کردم، یگان چیزی نیست، یگان ایزی نیست. حتی قبرش را کنده دیدم، خالی بود. به خاطر یافتنش مجبور بودم. متاسفانه روزنامه را هم گم کردم، یگانه میراث پدرم را. خوشبختانه زنده بودنش را میدانم. اگر در اثر پیری عقلش ضعیف شده باشد، به یاد آورده نتواند، شاید من از بویش حس کنم. بله، از بویش. اما نه، نمییابم. تو برای چه گریه میکنی؟ معلوم که پسر آن کس هستی. پدرت ممکن است تخمین کرده هم نزدیکتر باشد. ممکن قریب در پیشت باشد. یک بار تو رو دیده با آغوش گیرد. پسرم گوید، پسرم. چی میگویی؟ چی کار میکنی؟ من هم اول پدر جان میگویم به او، بعد تا این وقت در کجا بودن و چه احوال داشتنش را میپرسم. خورسندی؟ برای چی میخندی؟ بگو ما هم میخندیم. یکی تو مرد ایوان لحظه های آخری نشان را زندگی کرده ایستادم، برای همین میخندم. برای یگید زیق نیستم گویم دروغ میشود. زنی دوست داشتهش در بغلش میمورد. جناب، با من رخصت. کار شما بسیار. نهایت از این بلای مردیوان رها میابیم. پیکاس طاقتم تاق شد. خوب شد از جناب، با اجازت شما. مرحمت. پگاه من توی دارم. کاش که میدید. میدانی از نبرادر بودنش خبر ندارد. یعنی باز فرزند داری؟ حاضر به تو نشان میدهم. نگاه کن. این پسری من است. نامش فاتح. خدا به وی رساند. تشکر. اگر روزنامه را گم نمی کردم شاید می یافتم او را. حافظ، اگر تو گرفته باشی برگردان. چیزی خواهی میکنم، چیزی خواهی میدهم به تو. یگانه واسطه پیدا کردن پدرم همین روزنامه است. اکنون برای یافتن پدرت با اون روزنامه احتیاجی نداری. چخیل؟ چخیل آغاز کردنم رو نمیدانم. کو گپ زن؟ چی گفتن میخواستی؟ نگاه کن، برایت مشکل می شود. شاید به من باور نداری، اما اول گوش کن.
ای خدا، یگان گپی مهم باشد. یک دقیقه. الو 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 یگید فورا واخوردن در کار. ببخش، یک لحظه مرا انتظار شو. یک صحبت مهم دارم. من حاضر می آیم. این دفعه التماس نگریز مایلش. اکنون در اینجایم. با هیچ کجا نمیروم. چه خبری فوری بود است؟ با تلفن گفته نمیتوانم. در حال واخوردن لازم. چیزی مهم فهمیدم. درباره چی؟ البته درباره تو. ثابت او رو یافتم. کی رو یافتید سردار؟ پسرم رو ثابت. پسرم رو. یگید پسر من بوده است. کدام یگید؟ یگیتی پیکاسخان؟ بله او. در کجای سردار؟ در خانه یک جایم. در آسمان میگفتم در زمین او رو یافتم. او بوده است، باور میکنی؟ بعد سالها از پیشم برآمد. با او چی گفته؟ حاضر میگویم. همه چیز رو نقل میکنم. پیکاسو، پیساگور رو، اصلشان رو، همه چیز رو نقل میکنم. او رو گرفتم میآیم. اگر خواهید من هم بیایم سردار. نه لازم نه. ثابت او را با آغوش گرفتم. فرزندم را با آغوش گرفتم. حالا هم به مثل طفلیش بوی دارد. سردار شما باز هم احتیاط باشید. من با تو زنگ میزنم. یعنی همین خیل. به من کمی فرصت داده نمیتوانی؟ امکان ندارد. خیلی مهم. فورا آمدن لازم. مایلش حاضر می آیم. ها، یک دقیقه. نشانی را میکوبم. حاضر به تو میگویم. زودتر باش، زودتر. آوازت رو براری اول تو رو بعد پسرت رو میکشم. برید. مایلش می آیم. خیر، تا باز دید. من آمدم. ای خدا، ای خدا. آخر این خیل نکن حافظ. این خیل نکن گفته بودم. دارید را بردارید. برید. زودتر. زودتر. جناب ما اجازه دهید. میبینم که کار شما بسیار است. اجازه از شما. این کار خیلی خوب شد. خیلی خوب. انتظاریم. یگید ندید. مایلش. نهایت لحظه دلخواه رسید. چه شده است؟ جناب، با تیاری شروع کنیم می شود. حاضر یک مهمان خیلی مهم را پیشواز می گیریم. از راستی؟ یعنی مرد ایوین در دستمان؟ او را با انبارخانه می برند. چیز داده ای؟ رفته؟ چرا جواب نمیدی اچو پدلاماز؟ نمیدانم. یا خدا، کجا شده؟ به منزلش رفته بینم چی؟ دیگر چاره نیست. بیا رفتیم.
ایون مرد ایوان مرا شناختی تو فراموش نمیکنی مرا اصلا. البته به خاطر آوردم در این دنیا از همه دیده به ناموسترین به انصافترین خائن‌ترین آدمی. تو رو چی خیل شناختم؟ فهمان چی خیل؟ از بویت. حالا هم به مثل خوک بوی میکنی. بعد این قدر سال هیچ واخوری دوستانه نشد. مرا چند پول فروختی؟ این مملکت رو چند پول فروختی؟ با کی فروختی؟ گبزن سگ. کمی جسور را داشته باشی پران، اما تو اینقدر آدم هم نیستی. پران آخر دیگر این خیلی فرصت نمیابی. فکر کن منم دشمن خونیت، دشمن جانیت. پران یک دقیقه خیلی برای چی؟ در درون واخوری مخفی کسی ندارد گفتم. فرمان پیسگاه. همیشه همین خیل بودی. ترسان چکیت به همه جا واضح شده است. حتی کودکان به حالت میخندن. کنی پران فکر میکنی که تو رو همینقدر آسان میکشم؟ چقدر خواهی گپ زدن گیر. اینقدر آسان نه، عذاب میکشی. مرگت در تاریخ میماند. تلفنی کسی باشد در حال بیند. جناب یکی زنگ میزند. پسرت زنگ میزند. اگر با یک طوری موی پسرم ضرر رسانید کشت هم زنده شده. انتقام میگیرم از شما. گبزن. الو گبزن یگید. در اینجا ترتیبات نو جاری کردند. در آمدن نمیمانند. مایلش من می آیم. میدانی پگاه پسرت توی دارد، اما متاسفانه توی خونالود می شود. کلینت در درون خون جان می دهد. چقدر غمناک. باز تخمین کن که این را کی می کند؟ باور نمی کنی این کته می کند. یعنی تو چه خیل حیوانی.
یگید این را فهمیده چی کار میکند؟ سری تو را بریده پوستت را جدا میکند. اما پدرش بودنت را نمیفهمد. از پسرم دور ایستید. حساب تو با من. چیزی که خواهی با من کن. من چیزی نمیکنم. یگید میکند. من با تو حتی دست نمیرسانم. یگید آوازت را براری. چی خبر؟ چرا اینقدر فوری؟ ایکاته برای گرفتن قصازی قرخان تیاری میبیند. بگذار دیدن گیرند. هدفشان مایم. تو، من، هممون در خطریم. هر وقت حمله خونین شده میتواند. باید هوشیار باشیم. از دستشان چیزی آید کردن گیرند. اگر توی داری یگید هممون هدف آن میشویم. اگر خواهی موقوف گذاریم. نمیشود. از دو سه جنده پشت ترسید گفتن نامتان بد میشود. پیکس در آنجا دیگران هم میشوند. پیش از این چی شدنش را میدانیم. دیگر نمیشود. لازم شود جان خودم را میدهم. آرام شو. و مثل پدرت هستی. از هیچ چیز نمیترسی. حالا تو را میدید فخر میکرد. حالا در حضور همه‌تان اولین و آخرین شکنجه مرد ایوان را آغاز میکنم. تیار کنید. خدایا در آنجا کی را استنطاق میکنند؟ یا اون کسی مهم نیست. یک دوستی دیرینه پیسگار. تو هم از پی کارت شو. اگر نگاه داری. خوش باش. پیش از مرگ گفتنی داری؟ این را تمامی شب عذاب دهید. صدایش تا خانم نیاید. این سفر شما را در پس ماشین میبندم. شما دوام دهید. پیشگار کمی پیش یک چیز گفت. چی گفت؟ پگاه ملیکه را میکشته ایم. درست گفته است. دهانت را نکشایی. اما برای چی؟ این یگانه راهی کشتن مرد ایوان از طرف یگید. اما تو این را ندیدی و نشونیدی. یعنی ملیکه میمورد؟ دوام دادم میخواهید؟ تو دوام ده. شما با کجا؟ کاری تو چی؟ کاری تو چی؟ ببخشید. آقای صوبی در هیچ کجا نیست. کجا رفته باشد؟ همه جا را دیدیم. بار دیگر بینید. خوب شده. اطاعت. آقای ثابت، این راه ها از آنجا یافتم. با فکرم کوری بد شده است بچه ها. چه خیلی که نباشد سردار را یافتن در کار. اگر نیابیم
برای هممون، برای دولت فلاکت می شود. سویا در اینجا چی کار میکند؟ باز در این ساعت؟ گریه نکن پسرم، گریه نکن. کو بیا. اوه ملیکا، تو نمیدونی که مرگت نزدیک است. شاد، انا شاد جانی پدر، شاد. بیا شرکی من. رفتیم. خورده میتوانیم. بیا ملیکا، چرا در میکنی؟ آمدم، تلفنم رو فراموش کردم. تستر بیا. او اینجا چی کار میکند؟ ملیکا، انا پسر جان رسیدیم. من فاتح را میخوابانم، تو هم تستر خواب کن. پگاه برق میخزیم. رفتیم. گفتن نمیتوانم. خدایا، او دیوانه شده است. به خدا دیوانه شده است. ملیکا، فاتح گرسنه شده است. یکون چیز تیار میکنی؟ خوب شده است، حاضر میارم. تو دیوانه شده ای سویا. میموری به عقل، تو را میکشند. نگاه کن، خوابش برده است. خیلی خسته شده است. تو خواب نمیکنی؟ کمی در نظرش می ایستم. مایلش. پگاه هست یکی جدا شد. تو رو پیش از توی حتما دیدنم لازم. او چیزی گفته نیست، اما خدایا. دادا، این چقدر چیزی خسته کننده؟ با من بگذار پسر پدر، با من بگذار. من نبینم دادا. برو ببین. سلام سردارم. سلام. مردم در کجاست؟ زن مردم رو نمیشناسی. این سو گذر. همه کسا به کاشانه هوس رفتن. سردارم، این چه خیل جوراب است؟ نگاه کن میمدو. بعد خانه دار شوی میفهمی. چیزهای زن گذاشته رو تنها زن مییابد. این یک قسم علاهده علم است.
сардорам, шӯхӣ ба шӯхӣ рафиқи наздиктаринамонро ба як ҷосусхонадор мекунем. шумо ҳам шоҳиди никоҳед. خواطر نشو این خانه‌داری در دوام نمی‌کند. حالا آرام باش. و نزدیکی بویش می‌براید. این چی خیل کار؟ کلین جاسوس خصوص با بروقت نشینان کار میکند. این سلسله فیلم شد. با خدا من حیرانم. یگان چیز به مانند حیات حیرت آور نمی‌شود. به خدا نقاش باشی به فکرت نمی‌آید. چی خیل سردارم؟ نه هیچ چیز نه. کم ترک بالاتر انا همین خیلی خدایو خوب اما همین دورش باشه انا همین دور است نه انا همین خیلی کمی بالاتر بردارن چی انا این خیلی مالش بردارید رانا یکیش رو انتخاب کن. نمیدونم چی کار کنم. اومدم در بیرون انتظارم. یک دقیقه. انا همین شکلش به من معقول نمی سوزوند. نه حاضر من یک لحظه تو ماشین رفته میایم. خوب مالش خیلی زیبا شده ای. بی گفتی تو هم میدونم که خیلی زیبایم. با تو چی شد؟ چرا نصف شب به خونه اومده به من زنگ میزنی؟ ها؟ تو چی؟ مرا نابود کردن میخواهی؟ ها؟ نه نجات دادنی هم. بس کن سویا تو چی ها میگویی؟ لباس عروسیت کفنت می شود ملیکه. تو چی عرق میشده ای؟ مرا گوش کن. میموری میگویم ملیکه. کی من؟ همه اینها رو از کجا میدونی ها؟ تو رو آخران بار دیدن خواستم پیش از مرگت. این سفسطه هایت به دلم زدند. خودت میدانی. رفشانتر گپ زن. این گپ هایت چی معنی دارد؟ یعنی برای من لباس عروسی که میپوشی برای من کفنی تو میشود. وقتی زنی یگت شدنت برای من تو مرده ای. تو فقط همین رو گفتن میخواستی؟ یا این که اون چیز دیگر هم گفتن میخواهی؟ سخنم را گفتم. اکنون برای من مرده ای. نه تو چیزی دیگری هم گفتن میخواهی. با من دیگه سایه. رانا برآمد. تو را میجوید. برآمدم گیرد. چی گفتم میخواهی؟ چی را میدونی؟ سخنم را گفتم. دوامش در دستی تو. ملیکا کجا شدی؟ کارمون حالا خیلی بسیار. حاضر میایم حاضر. مالش انتظاریم زود بیا. با تو باز وا میخوریم فهمیدی؟ باوری ندارم ملیکا. گوش کن. طاقتم طاق شده ایستاده است. همه تیارند به فکرم. من تیارم.
من هم. با درون آزاد می‌دروی. همه چیز تیار. بعد یک تمام کردن کار غورال تو را از آنجا میبرارد. فهما. سیلات همراه آدمی خیل؟ خوب. 2 ساعت داریم. 2 ساعت بعد عروس را کشته از بین غیب میزنید. اول پول را گرفته بعد غیب میزنیم. اول عروس را میکشید. بعد پول را میگیرید. فهما. برای کار. چرا اینقدر زود اومد؟ ملیکا حالا تیار نیست. ملیکا زودتر بگید اومد. ملیکا خیره فراز ماشین چرا باشم برک چسبیده؟ نه مدیرم سردار و سرکمیسر میمدو مرا نبینن. خیره فرا گفتم فرا. نه من اینجا میمونم. برای چی مرا عصبی میکنی ها خیری؟ چرا خرم را میاری؟ درو کشا و فرا. خیره فرا از ماشین. فرا از ماشین خیره. نه تو از طرف دامادی هیچ گپ نمیشود. فرا نه نترس. خیره درو کشا میگم خیره. خواهش میکنم مجبور نکنید. خیره. خیری؟ در اینجا چیکار میکنه دو؟ دعواهای بودش بر هم خوردند و بیرون برآمده است. بی آداب. سردارم شما را حرمت میکنم. حرمت کار آدمان است خیری بای. جورا جان این حریف در اینجا چیکار میکند؟ در کوچه ها گدایی و میزدگی میکرد. التماس کرده کار پرسید. نه گفته نتوانستم. بدتر شود. کنیک شده را یاری ده ممنو مرا میکشند. برو گفتم برو به حالش گذار. دوستم بگناهم. دو توی را ویرو نکنیم. پوش آینه را پوش. عجایب با این زیبایی بینگه. ما رو ندیده که این رو دیدن ممکن نیست. البته. مرحمت. زیبا بودنت را میدانستم اما زیبا سنم بودنت را اکنون فهمیدم. تو هم خیلی زیبا شده ای. تشکر. این آدم در اینجا چیکار میکند؟ قصه دراز بعد نقل میکنم. درو کشا. من با شما اون تاکسی جیغ زنم. از خود نرو خیری. حاضر لتو کوبت میکنم. یکان بار از داماد چته خورده ای. کشا درو. مرحمت. مرحمت. در خانه عقد نکاح با دقت باش فهما. یگان عملش و پناه را مشاهده کن اشارت کن. فهمو مدیرم مایلش. مرحمت رونق خانم. شما با ماشین من بیاید. با پیش شینید. تشکر.
برادر این متا رو از اینجا گیر و دیگر جمع. ماه اسد رو در کجا میگذرونیم؟ تو هم میایی؟ مادام که جیغ زدید البته میایم. تو بسیار گپ نزن. خیلی لقی. تو را آخران بار دیدن میخواستم پیش از مرگت. اکنون برای من مرده ای. چرا با فکر فرو رفتی؟ هیچ. شاید از هیجان باشد. تو هم پر هیجان می نمایی. نه هیجان نکم. چندان هم نه، آرامم. باید به او خوراک ده. دستشون بکشویم. ببین برین هم با افلیسون افشرده مانند شده است. تمام شب برخورد. زنده ماندنش یک معجزه. این خیلی که باشد خودت خوراک ده. مایلش. این خیلی باشد دستش را کشودن لازم. فهما شد. نپران التماس. پایهایم را کشودم مرا از اینجا برای زنده میمانی. مایلش. تلفن را ده. مایلش نپران میدیم التماس. از ماشین برا. ثابت مرا خوب گوش کن. پیشگار دیشب مرا دزدید. سردار حالتان خوب است؟ بله. توی یگید خون آلود می شود. از کی؟ از پسرم. از یگید تمام خانه عهد نکاح را بینید. چل که باشد یابید. غوغا سر نشده رسیدن اما لازم. همه اتون مرا گوش کنید. در کجا بودن این خانه عقد و نکاح یگید و ملکه را معلوم کنید. همه جا را کابید. زودتر آنها را پیدا کنید. فهمیدم سردار. اطاعت سردار. یگید گوند و زود و ملکه سویلو اینها را باید پیدا کرد. مرحمت کنید. تشکر. مرحمت. خیره ماشین را به عکس بگذار. تبسم خیلی خوب رسم میگیریم. مرحمت کنید. رانو جون تو امروز عجیبیه. میدونم. خوش آمدید نجیب سردار. خوش باشد جناب پی. ببخشید پوبلای. اهمیت ندید هوشم در کار. امروز روزی خورسندی از کار گپ میزنیم. بینید از شما دختر میگیریم. چون این فکر دارید؟ من شما را سر دختر فکر میکردم. اما شاهدی عروس شمایید. انشاءالله. چقدر پاسبان‌های به خطر بسیار به نکاح آمدیم یا به بازی مهم فوتبال؟ خاطره تلخ یگید معلوم. دلش آرام باشد گفته. خواستم او را احتیاط کنم. هدیه را فراموش کردم. عجبا با هر دیشون یک دستبند را بنده می شود تا آخر عمر یک جا بمانم. در حقیقت شوخ بوده اید. شوخی های سرد پلیس.
مرحمت. مرحمت جانم. رفتیم. چی حال هم نیفتید مگر؟ اکی صبید یفتیم اکی صبید خانه اختینیکو عمرانیه ساعت 1 وقت کم مونده است. نیم ساعت مونده است. حالا ثابت سردار خانه اختینیکو عمرانیه نیم ساعت وقت است. خوب انشالله میرسم. شما هم در حال براه برایید. خوب بچه ها زود براه بر اومدن در کار زودتر. با فکرم وضعیت از رزمین یاری تجلی جغ زنید. یاری تجلی چه باشد وقت یاری تجلی را جغ زده. احوالش خیلی وزنین. زنده ماندنش امری محال. خودش هم سفیر بوده است. بیچاره چیکار شده باشد؟ سخت زده است. این یاری تجربه رو دعوت کرده باشند. کردیم اکرم. دعوت کردن در کار. اصلا دعوت کردن. انا بیم. بیاید. آفرین. بیاید. با هم دیگر مناسب هم دیگر. این خیری کجا گم شد؟ حاضر می آید. چرا اینقدر خبوتری؟ کمی مالش. خیری. دوستان گرامی، همه‌تان به نکاح ایگید گندوزال و ملکه سایلو خوش آمدید. مبارک جوانانمان یکدیگر را دیده دوست داشته قرار دادند که خانه‌دار شوند. قرار خود را در شعبه عقد نکاح ثبت کردند و در نزد شما مهمانان عزیز قسمی به یکدیگر صادق ماندنشان را بار دیگر تکرار خواهم. این آدم کیست؟ بسیار گپ نزن. خاموش. قرار جدی است برادران. انسانها را نکاح به هم می‌پیوندد. رسالتی بابای آدم و ماما حوا به جا آورده می شود. ما این دو گلی نازنین را به هم می پیوندیم. پیوستن مبارک باشد. خیلی دیر کردن. با دقت باش برادر. چی میگویی؟ ایست برادر. تو چی دیوانه ای؟ گریبانم رو سر ده؟ این باز کیست؟ سلاحش سلاح پلیسی نبود. اوزی بود چی بود؟ ای وای چی گپی هست اینجا؟ محترم ملکه سایلو، در تحت فشار نبوده با خواهش خود یگید گندوزاد را به همسری قبول میکنید؟ بله هاگوی قبول کن ملکه روز شب. این آدم ها کی باشند؟ اینجا گپی هست.
فکرم عروس کمی ناز دارد. محترم ملکه سایلو، یگید گندوزب را به همسری قبول میکنید؟ ملکه راضی شو. بله راضیم. آفرین مبارک شود. مبارک شود. مبارک شود. محترم یگید گندوزب، حالا همین سوال را به شما دادن میخوانم. ملکه سایلو را به همسری قبول میکنید؟ چی خاموشی؟ گپ زن یگید. جناب یگید، جناب یگید، مرا شنیدید؟ میشنوید مرا؟ یگید باتو چی شد؟ یگید یگید